البته وقتی که شما اینجا نگاه میکنید من در طول 70 سال 50 کتاب نویساندم. اولین مرتبه در تاجیکستان مجله طبی شفا تأسیس دادم که 10 سال سرمحرر آن بودم. بعد روزنامه درد و درمان، ثانی روزنامه سالم دراز عمری و در روسیه مجله اویتسینا تیپ طبابت تأسیس دادم و همچنین نشریات تیپ تأسیس دادم که زیاده از 50 کتاب ما در این نشریات چاپ کردیم. آدمان از بیماری نه از نادانی میمورند. برای که آدمان دانا شوند باید کتاب خوانند، روزنامه خوانند و یک صفحه پر از شراره شوق بهتر از 200 کتابی بی‌ضبط. یک صفحه که برای مردم یک خبر میتید آنها خودشون حفظ کرده میتوانند، عمر دراز دیده میتوانند. مقصد اساسی من سالم بودن جمعیت و اون جمعیتی که ما تأسیس دادیم جمعیت فقط تاجیکستان ما در بر نمیگیریم، تمام دنیا این خانه همه ما شما هست، چون که سیاره در گردش هست و سبب سالمی دراز عمری انسان پیش از همه در محیط زیست و زندگی، در معاشرت، در سوادناکی مردم هست. و البته ما نقش‌های زیاد داریم که در آینده در دو سیستم ما ساختارها و تغییرات گذاریم، در ساختار تندرستی و ساختار معارف که به واسطه بچه‌ها از مکتب که شروع میکنن از بطن مادر حتی سر میشد بهترین چیزای یاد گیرن، پیشگیری کرده توانن عمری دراز بینن. تشکر زیاد. در خاطر دارید از همین اولین لحظه هایی که مواد شما روی چاپ رو دید، اون لحظه ها چقدر بود؟ کدام مواد؟ البته اولین چیزای من در روزنامه طبیبی سویتی در انستیتوت طبی سال 73 درس شده بود و آهسته در روزنامه‌های کمسمال تاجیکستان، جمهوریت، عموما قریب تمام ناحیه‌های جمهوری و بیرون از کشور مقاله‌های من چاپ کردگی هستند. حتی در روسیه قریب که تمام گازیت‌ها که ساحل تندرستی وابستگی هست، ЗОЖ, предупреждение, бабушкинские рецепты, лечебные письмо, همین با مقاله‌های من چاپ شدگی هست. برای همین در روسیه هم مردم من میکوبان، میجویند و شفا میبرند با واسطه کتاب و مقاله های من.